سلام دوستای عزیزم، همراهای عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز اومدم در مورد یه مسئله خیلی خیلی مهم تو این پست صحبت کنم که شاید سوال خیلی از افرادی باشه که وارد پیج من میشن یا در طول روز با من در ارتباطن. خب من فاطمه‌ام، یه دختر کمبینا هستم. کمبینام، نابینا نیستم. از روزی که وارد جامعه شدم خودم رو یه فردی دیدم که مرز بین بیناها و نابیناها هستش و درک این مسئله برای افراد جامعه و مخصوصا خانواده های خودمون خیلی سخته. خیلی سخت تر از یه فرد نابینا، چون وقتی میگیم فلانی نابینا هستش یعنی هیچ درکی از نور و محیط اطرافش نداره و هر کسی که واژه نابینا رو میفهمه متوجه این قضیه میشه که یعنی فلانی نمیبینه. ولی من وقتی به طرف مقابلم میگم من کم بینام، شاید براش سوالای پشت سر هم ایجاد بشه و پشت سر هم از من میپرسه چجوری آخه؟ اصلا از ظاهرتون مشخص نیست که نمیبینین، اصلا بهتون نمیاد که نمیبینین. و من بهش میگم آخه من نابینا نیستم، من کمبینام و نمیدونم چجوری باید از ظاهرم مشخص باشه که من کمبینام. و برای خودم هم سوال شده یعنی چه ویژگی ظاهری باید من داشته باشم که افراد متوجه بشن آقا من نمیبینم، خیلی کم میبینم. و طرف مقابلم میگه آها یعنی چشماتون ضعیفه؟ پس چرا عینک نمیزنین؟ دکتر رفتین؟ درمان نداره؟ فلان شهر رفتین؟ فلان دکتر رفتین؟ اصلا چرا اینجوری شدین؟ یعنی چقدر میبینین؟ الان منو واضح میبینین؟ مطمئنین هیچ درمانی نداره؟ و سوالات پشت سر هم. و شاید خیلی وقتا همه این سوالا باعث شده باشه که من بارها و بارها برای عبور از عرض خیابون مجبور شم حتی نیم ساعت کنار خیابون منتظر بمونم و از کسی کمک نگیرم. خیلی از افراد رو وقتی از کنارم رد میشن نشناسم، مگه اینکه چندین و چند دفعه دیده باشمشون و از صداشون طرف مقابلم رو بخوام بشناسم. و خیلی وقتها تشخیص پله ها، تشخیص فرو رفتگی ها و برآمدگی های خیابونا برام خیلی سخت باشه. من سواد دارم اما نمیتونم کارهای بانکیمو با دستگاه های خود پرداز انجام بدم. نمیتونم تابلوهای خیابونا و اتوبوسا رو بخونم. و بارها و بارها اتفاق افتاده که از کسی بپرسم فلان اتوبوس کجا میره و طرف با تعجب به هم نگاه میکنه یعنی شما سواد ندارین؟ بهش میگم سواد دارم ولی خب خیلی کم میبینم، نمیبینم که بخوام بخونمش و با سوالاتش دوباره شروع میشه. من همیشه برای خوندن و نوشتنام با مشکل مواجه میشم و درک همه این مسائل برای کسی که به ظاهرم نگاه میکنه خب خیلی سخته. خیلی سخته که درک کنه که من بارها و بارها تو خونه و مهمونی و غیره ظرف و ظروف جلوی پامو ندیدم و باهاشون برخورد کردم و آب و چایی و غیره رو ریختم روی فرش، روی میز و غیره. بارها از درون شکستم و خجالت کشیدم و برون نیاوردم. شایدم خودم رو کلن بزنم به اون را و با خنده سر کنم. بگم آقا مگه نمیبینی که من نمیبینم؟ چرا همه وسایل و سر راه من میذاری؟ و بارها به خاطر فرار از همه این سوالها و ترحم‌هایی که افراد جامعه نسبت به من داشتن بخوام واقعیت رو پنهون کنم و به کسی نگم من مشکل بینایی دارم و با همه این مشکلات هم دست و پنجه نرم کنم و از کسی کمک نگیرم که قطعا اشتباه ترین انتخاب ممکنه و خیلی وقتها خیلی گرون تموم میشه. آخه من نمیتونم که کلاً وارد جامعه نشم، چون درک معلولیت من با نگاه به ظاهرم برای بقیه سخته. خب سخته که هستش، این مانع این نمیشه که من نخوام تو جامعه باشم، من نخوام تو جامعه فعالیت داشته باشم. و اگه که بخوام
از برای رد شدن از عرض خیابون از ترس جونم بخوام از عصای سفید کمک بگیرم، بازم سوالای تعجب برانگیز بقیه شروع میشه. یعنی تو اینقدر چشمات ضعیفه؟ یعنی نمیبینی واقعا بخوای از خیابون رد بشی؟ یا اینکه خیلی دلسوزانه بگن خب چه کاریه که بخوای عصا بگیری دستت؟ خدا خیلی بزرگه. خدا که متوجهه که تو نمیبینی، کمکت میکنه، هیچ اتفاقی برات نمیافته، نیاز نیست عصا بگیری دستت از خیابون رد چی. آره، خدا که خیلی بزرگه، خیلی بزرگتر شاید از تصور من. ولی همون خدایی که خیلی بزرگه یه سری وسیله ها رو قرار داده که من بتونم ازشون استفاده کنم و راحت تر زندگی کنم. و من نمیدونم چرا درک این مسائل اینقدر سخته، چرا فرهنگ این مسئله تو جامعه ایجاد نشده و فرد کمبینا اینقدر برای همه نامفهومه، اینقدر برای همه سوال برانگیزه. و من امروز تصمیم گرفته بودم بیام اینجا با شجاعت و جسارت و بدون هیچ ترس و خجالتی در مورد این مشکلم صحبت کنم. شاید یه جواب مختصری باشه برای کسایی که میخوان بدونن فرد کمبینا چه ویژگی هایی داره و شاید هم باعث این بشه که درک جامعه و اطرافیان نسبت به فردی که کمبینا هستش بیشتر بشه.